جنگ نهاوند. چگونه عربها اسلام را به تاجیکان آوردند؟ فتح اسلامی فارس، شرق و سپس آسیا را ابداً تغییر داد. اما بعضی منطقه های ایرانی کبیر به زودی کلام پیامبر را نپذیرفتند و از دادن حکمرانی به عربها خودداری کردند. روبن گارسیا میگوید سال 642 میلادی برای آدمان هیچ گونه اهمیت ندارد، چون این سنه سقوط امپریای روم یا تولد پیامبر، حمله مغول، کشف امریکا یا یگان حادثه واقعی بزرگ دیگر نیست که ما در ایام مکتبی میخوانیم. اما این سال سرنوشت مردم فارسی زبان را ابداً دیگر کرد. وایزان دین نو اسلام به یک مساحت عظیمی که از بیابانهای عربستان تا قله های یخبسته پامیر طول میکشید زده در آمدند. اسلام به فرهنگ، زبان و جهانبینی 10 میلیون نفر اجدادان ایرانیان و تاجیکان معاصر تأثیر بزرگی گذاشتند که از ابتدای عصرهای میانه تا امروز معین کرده است. اما آغاز تشکل جهان اسلامی و فارس جنگ نهاوند بود که آخرین کوشش جدی حاکمان ساسانی برای نگاه داشتن حکمرانی 1000 ساله خود بر شرق و آسیا که پیروزی مسلمانان و ماتم زردشتیان گردید. برای فهمیدن آن که خلافت جوان عرب که از جانب همزمانان در کنار دور جهان متمدن ارزیابی می شود، در چند سال توانست قدرت توانای فارس ها را تسخیر کند. یک روایت تاریخی وجود دارد که شاید واقعیت داشته باشد که در سال 628 میلادی پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم به امپراتور ویزانتیا هرقل یک و شاه خسرو دوم ایران پیام فرستاد. از آنها دعوت کرد که اسلام را قبول کنند. مونارخ ویزانتیا چگونه جواب داد و یا عموما جواب داده است تاریخ خاموش است. اما خسرو از آهنگ ناکافی دبدبه‌ناک نامه به خشم آمد و آن را پاره پاره کرد. از رسول خدا محمد به خسرو شاه فارس پیامبر صلی الله علیه و سلم چون از این خبر یافت فرمود خداوند ملک خسرو را پاره پاره می کند، همان گونه که خسرو نامه مرا پاره پاره کرده است. در واقع تا این زمان قدرت یک زمان توانای ساسانیان خیلی ضعیف شده بود و شکستن آن کاری نچندان مشکل بود. سال 628 جنگ ایران و ویزانتیا که آن را نیکولای گومیلیوف جنگ جهانی عصر 7 نامیده است نوکه به آخر رسید. در زد و خورد بین ویزانتیا و فارس اول بخت به جانب فارس ها بود، ولی بعد امپراتور ویزانتیا هرقل با یک روش ناگهانی لشکر فارس ها را تارومار کرد و با پایتخت آنها شهر تیسفون تهدید کرد. آنها را به صلح و آسایش مجبور کرد. ویزانتیا توانست تلفات ها را از حساب غنیمت های نظامی جبران کند. ایرانی ضعیف شده و بحث های بین دولتی و حاکمان محلی دچار شد. با وجود این جنگ هر دو قدرت را از بین برد و به قول مورخ جورج لیسکی مناقشه به اساس طولانی راه را برای اسلام باز کرد. واقعا در حالی که این دو امپریا مناسبت ها را در شرق نزدیک به ترتیب می آوردند، در میان ریگ های تفسان عرب قوه سیوم به وجود آمد که قدرتش تنزل قدرت های بزرگ را پیشکی معین کرد. پس از درگذشت پیامبر پیروان صادقترین او که با نامه‌های خلیفه عادل معروفند به زودی بحران مرتد را پس سر کردند و قبیله های عرب را متحد نموده نگاه خود را بیرون از مرزهای عربستان روانه کردند. در سال 633 خالد ابن ولید به میان رودان عراق حاضره ثروتمندترین ولایت امپرای ساسانیان حمله کرد. ابن والی در عرفه هجوم‌های سرزمین‌های نزد مرزی به والی فارس درخواست فرستاد که اسلام را قبول کند و جزیه پرداخت کند یا خود را ملامت خواهد کرد و گفت به مردم ما آید که مرگ را آرزو می‌کنند چنانچه تو حیات را آرزو می‌کنی. نخستین زد و خورد بزرگ میان خلافت عرب و امپریای فارس جنگ زنجیر بود که آن را فارس ها باختند. ابن والید لشکر را خودش تأسیس داد و به آن تنها اختیاریان آدمان تجربه دار غیور را جلب نمود.
ارتش فارس ها نیز جنگیان شجاع و دلیر زیادی داشت، اما فرماندهانی با استعداد نمی رسید. اکثر آنها اشرافزادگان بودند یا که رتبه گرفته بودند یا مکاران. در چنین حالت در جنگ چون اینها بکار نمی آید، چون که آنها شیاری پایهای تیز از شمشیر را نمی ترسد راهنمایی میکردند. آنهایی که واقعا تجربه جنگی داشتند خیلی احتیاطکارانه عمل میکردند. امیدوار بودند که در صورت عملیات عمومی قوه را نجات دهند. این را جنگ نوبتی دریای فرات در نزدیکی بصره حاضره اثبات میکند. در اینجا سرلشکر فارس از توانایی سپاه عرب شنیده در صورت عاقب نشینی فوراً به ساختن پلها شروع کرد. ما باید به این سپهسالار احترام قائل شویم، چون او ترسو نبود و در جنگ با بهترین جنگاوران عرب کشته شد. اما عبور او برای لشکر فارس قریب بیفایده بود. از دو حصه آن در زیر ضربه های شمشیر عرب افتاد. پس از 3 سال در سال 636 میلادی جنگ قادسیه، یک جنگ عمومی بین امپرای ساسانیان و خلافت عرب به عمل آمد. سربازان فارس را رستم فرخزاد نمایندگی امپراتور خرد یزدگرد III فرماندهی میکرد. مردی که در کارهای حربی تجربه دار بود، پیشکی به جنگ آماده شد. در تمام گوشه کنار دولت از بدخشان تا بحر حزر عسکر جمع کرد. در نتیجه شماره فارس ها 40,000 و عرب ها 25,000 بود، ولی لشکر بیشتر از نفران کم تجربه بود. رستم از لشکری زیاد خود یادآور شده خواست که مسئله را با راه آسایشته حل کند، اما خلافت قبول نکرد. جنگ قادسیه را مفصل تحلیل کردند. دشمنان 3 روز جنگ کردند، یگان طرف برتری نداشت. روز 4 طوفان ریگی سر شد، باد راست بر روی پارس ها می‌وزید. عرب ها به خلاصه آمدند که خود الله به آنها مدد می‌رساند و هجوم را تیز و تند کردند و یکی از آنها صف فارس ها را رخنه کرد و رستم را کشتند. مرگ فرمانده ارتش را به لرزه درآورد و عاقب نشینی بی‌ترتیبانه آغاز شد. اما یک قسم ارتش با اهل عائله‌شان در میدان جنگ ماند. مرگ شرفدار را از فرار اولاتر دانستند. غلبه عرب ها رد نشونده بود، ولی آن به آنها خیلی گران افتاد. با وجود این عراق فارس عراق عرب شد که تا امروز باقی میماند. یزدگرد III با شکست ها مراسا نکرد و تصمیم گرفت که عراق را زیر قنات امپرای خود برگرداند. اما ساسانیان دیگر نیروهای پیشین را نداشتند و چندین زد و خورده های مرزی و گرد همایی های سپاه ها یک سبب شد برای خلافت برای انجام کارهای آغاز کردهش و آوردن فارس زیر پرچم اسلام گردید. خلیفه دوم عمر ابن خطاب نعمان ابن مکرن را فرماندهی تعیین کرد. بار نخست شمار عسکران عرب از فارسی زبانان زیادتر بود و نبرد نه در کنار امپریا بلکه در عمق سرزمین های ایرانیان صورت گرفت. و فارس ها خوب فهمیدند که نه برای قلمرو بلکه برای دولت 1000 ساله و آزادی خویش می جنگند. یزدگرد III می‌دانست که اگر در جنگ مغلوب شود او میتواند زنده ماند و زنده هم ماند، اما دولت ساسانیان حتما میمیرد. شمار عرب ها به 60,000 می رسید و شمار فارس ها نصف آن یا از آن هم کمتر بود. فارس ها امید نداشتند که در جنگ آشکارا اسکران عرب را تارومار کنند و بنابراین در نزدیکی شهر نهاوند لگر مستحکم برپا کردند. جنگ مثل جنگ قادسیه شدید بود. سربازان 4 روز یکدیگر را کشتند. تلفات از هر دو جانب تقریبا یکسان بود. اما به عرب ها میسر شد که فارس ها را به میدان کشاد کشند. فارس ها در آتش جنگ ابن مکرن را کشتند، ولی برخلاف انتظاری ها عرب ها نه تنها از میدان جنگ فرار نکردند بلکه هجوم را باز هم پرزورتر کردند. پس سربازان پیاده‌گرد ساسانی از هر طرف به هجوم سواره دچار شدند. قریب تماما نیست و نابود کرده شد. این یک فلاکت برای امپریا بود. قلعه نهاوند خراب شد. باقی مانده آخرین ارتش مقرری پراکنده شد و راه به سوی شرق فارس گشاده شد. امپراتور یزدگرد III تا رفت به شرق امپرای خود می رفت و سال 652 میلادی در آنجا خیانتکارانه کشته شد. محققان سبب‌های سقوط امپرای ساسانیان را که با سرعت برق از روی معیارهای تاریخی در طول 10 سال صورت گرفت گوناگون ارزیابی می‌کنند.
کسی درباره ضعف دولت بعد از جنگ با ویزانتیا، کسی درباره تنزل عمومی دولت سخن می‌راند. اما یک فاجعه فارسی باستان نیز در افتخار حاکمان آن نیز بود. اشرافان ایرانی به قبیله‌های عرب با نفرت می‌نگریستند. به آنها لقب‌های ملخور و سوسمارخور داده بودند که در زبان فارسی امروز نیز باقی مانده است. اشراف‌ها عرب‌ها را وحشی، بی‌فرهنگ، کمبغل و از این رو بی‌ضرر می‌دانستند. در نبرد قادسیه به رستم جاسوس خبر آورد: مردم دیدم زیشت، پایلوچ، برهنه، گرسنه. در نتیجه این برهنه و گرسنه سلطنت را از ثروتمندان سرحالی به زور گرفتند. اگرچه عرب‌ها به فارس از جمله برای غنیمت‌های نظامی رفتند، هدف اساسی این معرکه‌ها پند کردن اسلام بود. بعضی‌ها پرداخت جزیه را اختیار کردند، ولی اکثریت مردم دین اسلام را قبول کرد. در ناحیه‌های نزد سرحدی میانرودان مردم مخصوصاً از جنگ‌های بی‌آخر ساسانیان و ویزانت عذاب می‌کشیدند. از این رو عرب‌ها را همچون آزادی‌خواه که می‌توانند حفظ آنها را تامین کنند پیشواز گرفتند. همین طریق در دوام 30 سال بعد جنگ نهاوند اکثر ساکنان شرق نزدیک مسلمان شدند. گفته می شود که دین زردشت در جنگ نهاوند نابود شد. اما نه همه سرزمین‌های سابق امپره ساسانیان به عرب‌ها مطیع گردید و با خواهش خود اسلام را قبول کردند. اهواز بر این بعض شهرهای کلان به مقابل استیلاگران بارها شورش برداشتند که برای این آنها خراب و ولنگار گردیده بودند. از همه مشکل برای عرب‌ها به اهالی سرکش ایران شرقی، تاجیکان فرارود و خراسان بود. عرب‌ها میسر شدند که بعض شهرهای کلان به مانند بلخ را تابع کنند که در آنجا اسکران سواره عرب در دشت با موفقیت می جنگیدند. اما در کوهستان عرب‌ها به نوعی نتوانستند ساکنان محل را به زور مطیع کنند. مردم اینجا یک روانه و شدید مقاومت نشان داد. از این رو نفوذ اسلام به مناطق تاجیک نشین کوهستان آهسته آهسته اصلا در طول 100 ساله ها پیش می رفت و در دهات دوردست مدت طولانی آتش زردوش علنگه می زد و اعتقادهای بتپرستی در بعضی منطقه ها تا ابتدای عصر 19 و 20 باقی مانده بود. عجیب این است که اهالی فارسی زبان از عراق تا بدخشان که با خود عرب ها دشمنی داشتند و فرهنگ آنها را پست می‌زدند نسبتاً آسان به اسلام پذیرفته شدند. زبان شاعران فارس زبان دوم اسلام شد و دانش قرآن به زودی هم معنای آموزش و دانشمندی شد. شاه اسماعیل سامانی که پس از 250 سال جنگ نهاوند حکمرانی خلافت عرب را در ایران زمین به پایان رساند، اما حتی در فکر دست کشیدن از اسلام نبود. در برابر این فرهنگ عرب نیز تأثیر بزرگ فارسی را از سر گذرانیده است، به معنای که مغلوبان غالبان را فسخ کردند. عرب‌ها از فارس‌ها اسلوب معماری و تجربه ساختمان قصرهای با حشمت را گرفتند. با آثار عالمان فارس، طبیبان و ستاره شناسان آشنایی پیدا کردند. اسلوب‌های آبیاری و کشتکار زمین را از خود کردند. و بعد از 200 سال سالنامه‌نویسان عرب و فارس مجبور شدند اعتراف کنند که برخورد دو فرهنگ هرچند با بهای خون پرداخت می‌شد، هر دوی آنها را غنی گردانیده است.